با زنبور بگردی کندوی عسل میبینی، با مگس بگردی توالت. 2. هر کسی که بیشتر پیرن پاره کرده همیشه با تجربه نیست، بعضیا بد سلیقه‌ان. 3. اگه تو منطقه ممنوعه شنا کردی به غرق شدن نگو تقدیر. اگه دستایی رو که بهت نون میدن و گاز بگیری محکوم به بوسیدن پاهایی میشی که لگدت میزنن. 5. آغوش عنکبوت فقط برای طعمه هاش بازه. 6. هر وقت با حرف کسی نظرت نسبت به شخص دیگه عوض شد بدون از سن، فقط عددشو داری. 7. سوزن خالی کاری ازش بر نمیاد اگه دوختتت بدون یه جایی بهشون نخ دادی. 8. قبل از اینکه سراغ فلسفه، هنر، تاریخ، هر چیز دیگه ای بخوای بری، اول باید شکمت سیر باشه. شکم خالی دین و فضل و هنر و فلسفه سرش نمیشه. 9. وجدانتو بفروشی دنیا رو میتونی بخری، اما خودت دیگه دوزار نمیارزی. شماره 10. پدرها حرفای نامفهومی میزنن که بعدش روزگار اونو برامون توضیح میده. این کلیپو بفرست به اولین نفری که به ذهنت رسید تا اونم این حرفا رو بشنوه.